كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. معنی برادری. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. مرد برادرش را بر پشت گرفته بود و به کوه می برآمد. به او گفتند: این بار که می بری بر تو گران است؟ گفت: این بار نیست، بلکه برادرم است. حکیم را پرسیدند که برادرت را چگونه می شناسی؟ گفت: غم مرا به خود می گیرد، از من می پرسد، خطاهایم را اصلاح می کند، لغزش هایم را می آمرزد و پروردگارم را به یادم می آورد. باز از او پرسیدند: چگونه پاداشش می دهی؟ گفت: در غیب برایش دعای خیر می کنم. بله برادر و خواهر ایمانیم. مسئله برادری از بهر خدا مثل دست و چشم است. چون چشم اشک ریزد، دست چشم را پاک می کند و چون دست در کند، چشم از برایش بگرید. حسن بصری رحمه الله می گوید: با دوستانتان دوستی پیوسته داشته باشید، زیرا دوستی با وفا چراغ درخشان است. شاید که نورش را در نیابی مگر آنگاه که زندگی شما بر شما تاریک گردد. بله برادر و خواهر عزیزم، گاه می شد که در زندگی مشکلی به سر ما می افتد، همه برادرها می روند به جز برادری جانی. برادری جانی در مشکلی ما به مثل چراغ بر سر ماست. افسوس که امروزها چنین برادران خیلی کم هستند، چون لذت این دنیا، مال این دنیا همه را مفتون کرده است که مال را از برادر خود بیشتر دوست می دارند و برادر خود را برای مال دو روزه این دنیا شده فریب می دهند. پس برادران برای پول و مال این دنیا برادر خود را از دست مدهیم و از جمله برادران جانی باشیم، چون روز قیامت ما با این برادران هستیم، نه به مال و بایگری خود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگز ایمان یکی از شما کامل نمی شود تا آن دمی که دوست بدارد برای برادرش آنچه را که برای خود دوست می دارد. پس برادر ایمانیم، چون هیچ یک از ما نمی خواهد که از طرف برادرش خیانت، دروغگویی یا یگان کاری بدی را ببیند، به همین سبب ما هم باید به برادران خود این عملها را روا نبینیم و این از کاملی ایمان به حساب می رود. در آخر دست به درگاه الله برداشته از او طلب می کنیم که ما را از آن گونه برادرانی بگرداند که یکدیگر را فقط از برای خودش دوست بداریم و روز رستاخیز زیر سایه خود ما را قرار بدهد. نیتهای ما را درست کردن بر ما نصیب گرداند، خاندان و فرزندانمان را صالح گرداند، در دلهای ما الفت و مهر انگیزد، عیبهایمان را پوشیده دارد، غمهایمان را برآورده گرداند، بیمارانمان را شفا بدهد، گناههایمان را ببخشد، گذشتگانمان را رحمت کند و ما را از رزق حلال، توفیق دائم، رحمت و مغفرت فراخ خود و از همنشینی پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم در بهشت اعلی محروم نسازد. آمین یا رب العالمین. بالعطف والطيب انتشار